ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷампур. гуфтори 30. نشر اثر دوجلده پیشوای ملت امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت را تحول بنیادی در جاده علم زبانشناسی معاصر تاجیک ارزیابی نمودن به مورد است. قسم یکمی اثر از باب دوره‌بندی تاریخی زبان تاجیکی آغاز گردیده بابهای سرگذشت تاریخی واژه تاجیک و زبان تاجیکی، زبان ما در دوره استیلای عرب و نخستین سلاله های ایرانی تبار، زبان نوشتاری تاجیکی دوره آغازین، دوره بالندگی و شکوفایی زبان تاجیکی و گسترش زبان تاجیکی به صفت زبان بین المللی را در بر می‌گیرد. دهم برد جهان ناله ناله سوت سوخت. طبری نقل می کند هنگامی که فرستادگان عرب نزد یزدگرد ساسانی رفتند، شاه به مترجم خود گفت از آنها بپرس این روپوش ها را چی می نامند؟ نعمان سرکرده اعراب در جواب سؤال مترجم گفت برد. شاه این را به فاری بد گرفت و گفت برد جهان. آنگاه شاه گفت درباره کفششان از آنها سؤال کن. مترجم پرسید این پاپوش ها را چی می نامند؟ نعمان گفت نیال. و همچنان فاری بد زد و گفت ناله ناله در سرزمین ما. آنگاه پرسید این چیست که در دست دارید؟ گفت سوت یعنی تازیانه. و سوت سوخت به فارسی یعنی حریق، آتش. بنابراین نوشته یزدگرد ساسانی واژه‌های عربی را به مشابه تقریبی آوازی آنها تفسیر نموده از آنها فاری بد می‌گیرد. یعنی احتمالاً میتوان برد را به معنی جهان ما را برد، نیال را به معنی گریه و ناله در این سرزمین و کلمه سوت را به معنی سوختن تعبیر کرد. 11. همچنین در کتب پیشینیان دو جمله سخنی دری به پیغمبر اسلام نسبت داده شده است که درستی منسوبیت آنها به رسول اکرم شبه انگیز است. این جمله ها این هایند: اشکم درد ابن ماجه وفاتش سال 886 در سنن خود که ششمین کتاب از صحاح ششگانه اهل سنت است از قول ابو هریره نقل می کند که وی روزی با پیغمبر نماز خوانده پس از ادای نماز در حضور پیغمبر نشسته است. پیغمبر از او می پرسد اشکم درد؟ وی گفته است آری. پیغمبر به او می گوید برخیز و نماز بخوان که در نماز شفاست. راوندی نیز در راحت الصدور
تعریفش سال 1167 این عبارت را با تغییرات مختصر آورده است. ب. درستی و شازی به نوشته قلقشندی، روز پیغمبر به سلمان فارس گفته است: درستی و شازی، درستی و شادی. 12. جمله های مربوط به سلمان فارسی و دیگر صحابه و یاران پیغمبر که همچنین به صحت آنها جای شبهه است. ا. کردند نکردند، کردید نکردید. مطهر ابن طاهر مقدسی می گوید سلمان در روز بیعت عثمان سال 633 گفت: کردند نکردند، کردند نکردند. در بعضی از سرچشمه های دیگر این گفته به صورتی کردید نکردید، کرداز و نکرداز نیز درج گردیده است. ب. این یکی، این دو. نویسندگان نامه دانشوران از کتاب خرایج الجرایح قطب الدین راوندی درباره سلمان فارسی روایت نقل کردند که طبق آن روز سلمان سبد خرما پیش پیغمبر گذاشت و گفت: این یکی، سپس سبد دیگر گذاشت و گفت: این دوتا به آخر. و یا بنی فروخ سخت بگیر، یا بنی فروخ سخت بگیر. در اخبار اصفهان اشاره شده است که حضرت رسول در میان جمع از صحابه که سلمان نیز حضور داشت فرمود: لو کان العلم معلقا بالثریا لناله رجال من الفرس. یعنی اگر علم در ثریاست مردان فارس به آن دست می یابند. ابو هریره از میان صحابه گفت: یا بنی فروخ سخت بگیر، یا بنی فروخ سخت بگیر. از اینکه مخاطب ابو هریره بنی فروخ سلمان فارسی است جای شک نیست. او به سلمان می گوید که این حدیث رسول برای شما فارسیان است، آن را محکم بگیرید. حسین لیسان با توجه به این مطلب احتمال می دهد که صحابه به واسطه معاشرت با سلمان کمابیش با زبان فارسی آشنایی پیدا کرده بودند. گ. دیرم و خاکت بسر. ابو نعیم اصفهانی در شرح حال سلمان می گوید سپاه مسلمانان به فرماندهی سلمان یکی از کاخهای ایرانیان را محاصره کرد. سلمان هنگام مذاکره با ایرانیان گفت: اگر می خواهید بر دین خود باقی بمانید باید جزیه بدهید و در این صورت در خواری به سر خواهید برد. و انتم صاغرون. ایرانیان پرسیدند: جزیه چیست؟ سلمان به فارسی پاسخ داد: دیرم و خاکت به سر. غ. به نام یزدانی بخشاینده بخشایند. به قول صادقی در مجموعه رسائل حسن شرنبلاری رساله در باب ترجمه قرآن و نوشتن و خواندن آن به فارسی وجود دارد. در این رساله از کتاب به نام المبسوط نقل شده است که ایرانیان به سلمان فارسی نامه نوشتند و از او خواستند تا سوره فاتحه را برای آنان به فارسی ترجمه کند. سلمان نوشت: به نام یزدانی بخشاینده بخشایند و آن را به پیغمبر عرضه کرد. پیغمبر در این کار اراده ندید، پس ایرانیان آن را
در نماز می خواندند. 13 خدای بزرگ است یا خدای بزرگ یا به نام خدای بزرگ. همچنین در همین المبسوط آمده است که به نظر امام اعظم ابو حنیفه اگر در تکبیر نماز گفته شود خدا بزرگ است یا خدای بزرگ یا به نام خدای بزرگ ایراد نیست. صادقی با استناد به یادداشت‌های مینوی میگوید که این المبسوط ظاهراً همان مبسوط در فروغ فقه حنفی تالیف ابو یوسف قاضی است که ضمیمه نیز از محمد ابن حسن شیبانی دارد. 14 دیوان آمدند. ابو حنیفه دینوری نقل می کند هنگامی که سپاهیان سعد ابن عبدوقاص به امر او از دجله گذشتند، ایرانیان فریاد زدند دیوان آمدند. 15 بزا اشکنب، بزرگ اشکنب، مرد شکنبه آمست. ابن سعد می نویسد علی ابن ابو طالب که ظاهراً مرد تنومند بود وقتی روزها به بازار کوفه می آمد ایرانیان بازار می گفتند بزا اشکنب امز. بلازوری قسمت اولی جمله را به صورت بزرگ اشکمب آورده است. این سخن را در شکل مرد شکنبه نیز نقل کردند. 16 از کظام ارزی. طبری در حوادث سال 639 میلادی نقل می کند هنگامی که هرمزان واری شوشتر اسیر افتاد و به حضور عمر آورده شد، عمر به مغیره ابن شعبکی که فارسی میدانیست گفت از هرمزان بپرس از کدام ناحیه هستی؟ مغیره به هرمزان گفت از کظام ارزیخ، یعنی از کدام سرزمینی؟ 17 نه مسلمان بوبیم و نه گزید دهم. ابوالقاسم عبدالکریم ابن محمد رافعی قزوینی وفاتش سال 1225 در کتاب التدوین فی اخبار قزوین نقل می کند که وقتی برا ابن عازب که در سال 646 میلادی از طرف عثمان به ولایت ری گماریده شده بود، اندک پس از این تاریخ برای فتح قزوین عازم این شهر شد و شهر را در حصار گرفت و مردم شهر پیشنهاد کرد یا مسلمان شوند یا جزیه بپردازند. قزوینیان گفتند نه مسلمان بوبیم نه گزید دهیم، یعنی نه مسلمان شویم و نه گزید جزیه دهیم. ظاهراً اینجا فعل بوبیم از مصدر بودن است که در اصل به معنی شدن به کار رفته. بوبیم در حقیقت مخففی ببویم است. این جمله احتمالاً به لهجه قدیمی مردم قزوین ادا شده است. 18 شبا. حمید ابن زنجویه وفاتش سال 864 در کتاب اموال نقل می کند که هنگام فتح شهرهای سواد عمر با مردم شرط کرد که آنها علاوه بر جزیه همچنین 3 روز
از روی بعضی روایت ها یک شبانه روز سپاهیان عرب را مهمان کنند، ولی سپاهیان به موقع به در خانه های مردم می رفتند و مردم شب یعنی شب بیایید می گفتند. 19. جوان مردان جیبوز بود که نشویست، نماهلند تا کارزار کنیم دیهاتشان 5 کان. سال 686 در کوفه قبیله بنی تمیم خروج کردند. در این میان سلمه ابن زویب ریاحی با 500 نفر سرباز به جانب می رفت. در راه با 400 سواره ایرانی با فرماندهی ما فروردین روبرو شد. چون این دو گروه به هم رسید، سواران ایرانی باز ایستادند. ما فروردین پرسید: جوان مردان جیبوز کی نشویز؟ یعنی ای جوان مردان چی بود که نشوید، یعنی نروید؟ جواب دادند: نماهلند تا کارزار کنیم، یعنی نمی گذارند تا کارزار کنیم. ما فروردین گفت: دهاتشان 5 کان، دهیتشان 5 گان، یعنی 5 تیر به آنها بزنید. 20. این بار دروغ گفت. طبری در جنگ مصعب ابن زبیر با مختار در سال 689 که بسیاری از سپاهیان ایرانی ابن شمید از سرداران مختار کشته شدند، میگوید وقتی سپاهیان عجمی به هم می رسیدند درباره مختار و وعده او به آنان درباره پیروزی به تاجیکی فارسی می گفتند. این بار دروغ گفت. 21. خواسته ایزد بخوردی بلاش و ماش. در مجمع الامصار میدانی با استناد به اسمعی آمده است که روز حجاج به جبله ابن سالم گفت: به فلان شخص بگو اکلت مال الله بعبده و دبیده. جبله به او گفت: خواسته ایزد بخوردی بلاش و ماش. ظاهراً این جمله مربوط به زمانی است که حجاج حکمران کوفه بود، یعنی بعد از سال 697. مرگ حجاج در سال 717 میلادی اتفاق افتاده است. 22. یا اهل خراسان، مردمان خانه بیابان هستید، برخیزید. به گفته طبری مالک ابن حیثم با سپاه خراسانی خود در کنار دجله در احاطه سپاهیان شام افتاد و برای اینکه آنان را به خود آرد و به جنگ تشویق کند بانگ زد: یا اهل خراسان، مردمان خانه بیابان هستید، برخیزید. 23. دهید یا جوانکان. طبری میگوید که 11 ماه بعد از ماجرایی که در بالا ذکر آن رفت، عامر ابن اسماعیل با لشکریان خود که همه اهل خراسان بودند، آخرین خلیفه اموی مروان ابن محمد 746-750 را تعقیب نموده در مصر به او رسید.
از بس که سپاهی آمیر اندک بود و لشکری مروان بسیار، جمله معروف از بکیر ابن ماهان را به یاد آورد که گفته بود: بهزد یا جوانکان، و با این خطابه بانگ به لشکریان خود زد. این جمله گویی آتشی بود که به جانشان افتاد. حمله کردند و پیروز شدند. 24 مردک لا کمالا نیست. یاقوت در موجم الادبا هنگام نقل مناظره اسحاق ابن ابراهیم ابن حنظل ابن راهویه خراسانی با شافعی درباره کرایه دادن خانه های اهل مکه می گوید: وقتی هنگام مناظره اسحاق کلام شافعی را نفهمید، خطاب به چند تن از مروزیانی که در آنجا حضور داشتند به زبان آنان گفت: مردک لا کمالا نیست. یا خود در این جمله کلمه لا کمالان را به نام قریه لا کمالان که در مرو بوده، مردم آن به دعوای علم ولی بی بهرگی از آن مشهور بودند علاقمند می داند. صادقی صورتی صحیح این جمله را در شکل مردک را کمالاً یعنی کمال نیست احتمال کرده است. به اندیشه او این مناظره احتمالاً در جوانی شافعی وفاتش سال 214-819 در بین سالهای 170 786 تا 180 788 هجری صورت گرفته است. 25 پسری زبیده. طاهر ابن حسین 775-822 سروری خاندان و بنیانگذاری یکی از نخستین دولت‌های تاجیکان، دولت طاهریان، پسری هارون الرشید خلیفه امین را که مادرش زبیده نام داشت کشت و امیر خراسان مأمون را به خلافت رساند. احمد ابن سلام حکایت می کند که پس از آن که طاهر بغداد را فتح کرد، امین همراه او و چند تن دیگر از نزدیکانش در رود دجله به قایق سوار شده گریختن خواست، اما سپاهیان طاهر که اکثر فارسی زبان بودند قایق را غرق کردند و قایق نشینان را به ساحل کشیده در خانه زندانی کردند. احمد صدای پای اسپانی را می شنود که به خانه نزدیک می شوند. این سواران در خانه را کوفته به خانه داخل می شوند و می گویند: پسری زبیده. بیست و ششم در مرگ نیز مردی باید. به قول طبری و ابن ابی تیفور امیر خراسان طاهر ابن حسین را چون مرگ فرا رسید به تاجیکی فارسی گفت: در مرگ نیز مردی بایست. بیست و هفتم یا مرد میخور. اسحاق موصیلی
در یک قصیده عربیش این جمله را از اسحاق ابن ابراهیم وفاتش سال 848 که برادرزاده طاهر ابن حسین بود و مدت 20 سال صاحبی شرطه بغداد را در اختیار داشت یاد کرده است. 28. چون بینی نامه ایزد خوش چون کلیله و دیمنه. جبرئیل ابن بختشو از فضل ابن سهل وزیر مأمون می پرسد چون بینی نامه ایزد؟ پاسخ می دهد خوش چون کلیله و دیمنه. 29. چاشتت رسید. روز خلیفه معتصم به آشپز خود که به احتمال قوی فارسی زبان بود گفت چاشتت رسید، یعنی هنگام خوراکی چاشت نصفی روزی شد. گونه تحریف شده این جمله را مجتبی مینوی از کتاب التنبیه حمزه اصفهانی پیدا کرده آن را تصحیح فرموده است. گفتن به مورد است که واژه چاشت نیز خاص فارسی خراسان و ماوراءالنهر است و دلیل دیگری برخاستگاه زبان فارسی دری بودنی این مناطق است. 30. هر کی درم اندوزد جزایش دوزخ است. بنابر روایت آورده مجلسی حضرت امام صادق با گروهی از مردم خراسان که عربی نمی‌دانستند گفت هر کی درم اندوزد جزایش دوزخ است. 31. اشتربان بوستانبان. قتیبه در خراسان باغ آبادان یزید ابن محلب را اشترخانه کرد. هنگامی که مرزبان مرو از او پرسید چرا باغ آبادان یزید را اشترخانه کردی؟ جواب داد پدرم اشتربان بود و پدر یزید بوستانبان، یعنی باغبان. 32. بدبخت مار بیگز. کرمانی سرور قبیله های یمنی خراسان دشمنی والی خراسان نصر ابن سیار بود. نصر در سال 744 او را گرفته در قلعه زندان کرد و غلام ایرانی او را که به قول طبری بسام نام داشت به خدمت او گماشت. بسام سوراخ تنگ در دیوار قلعه یافت و به کرمانی که مردی تنومند بود پیشنهاد کرد از آنجا بگریزد. هنگامی که کرمانی با رنج بسیار به سوراخی در آمد ماری را دید و بانگ به غلام زد بدبخت مار. غلام نیز بانگ زد بگز. شما گفتاری 30 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.